چی میخواین؟ این سوال ساده به اقدامات ما یه انرژی اساسی میبخشه. این سوال اساسی کوچینگه. اون چه که به عنوان یه فکر شروع میشه میتونه به یه عمل ختم بشه. مغز از انتقال دهنده عصبی دوپامین برای هر دو مورد، یعنی احساس تمایل به یه چیزی و توانایی اقدام، استفاده میکنه. عمل هدفگرا برای ما خیلی طبیعیه و تصور این دشواره که زندگی بدون اون چه اتفاقی رو برای ما به وجود میاره. ما میتونیم با دیدن این که چه اتفاقی برای زندگی افرادی که دچار یه سری نقص توی نواحی مغزی مرتبط با هدف هستن متوجه بشیم که زندگی بدون هدف چه شکلیه. یکی از این بیمارا فردی بود که نمیتونست از نظر مالی خودشو تحت پوشش قرار بده و از پس مخارج خودش بر بیاد. به صورت بیوقفه وام میگرفت. اون خیلی آدم باهوشی بود، میدونست که این کار اشتباهیه، اما به نظر نمیرسید که به خودش آینده یا شادیش اهمیت بده. اون نمیتونست به صورت منسجم برنامه ریزی کنه. آزمایش ها نشون داد که یه تومور خیلی بزرگ روی منطقه PFC چپ و بقیه قسمت‌های لوب پیشانیش حرکت کرده و به اون حمله کرده. پیش بینی خیلی سخت بود برای اون و بیمار نمیخواست در این مورد کاری انجام بده. اون توانایی و انرژی لازم برای هدایت زندگیش به روشی که میخواست رو از دست داده بود و پیامدهای بزرگی و واسه اون به وجود آورده بود. ما باید در مواجهه با موانع تمرکز خودمون رو روی هدف حفظ بکنیم، چه به هدف برسیم و چه نرسیم. این سفر خلاقیت و برنامه ریزی و تجسم رو درگیر میکنه. به توانایی تمرکز توی طول زمان و نادیده گرفتن حواس پرتی ها و اون چیزایی که به عنوان جذابیت وسط کار میاد ارتباط داره. عادتهای قدیمی باید از بین بره و عادتهای جدید باید شکل پیدا کنه. ما به گذشته و آیندهمون نگاه میکنیم تا موانع و منابع رو ببینیم و یه برنامه عملی رو شکل بدیم. مناطق مغزی نیاز به هماهنگی با هم دارن. اینکه توی عمل چطور اتفاق میفته موضوعیه که در موردش میخوایم صحبت کنیم. 3 رفتار اصلی توی یه رفتار هدفمند وجود داره. اول ایجاد، دوم حفظ و سوم تکمیل اون رفتار هدفمند. توی مرحله ایجاد عمل کرده اصلی مغز پیشبینی و در حقیقت برآورد آینده است. مغز یه توده‌ای از بافتای منفعل نیست که در انتظار پاسخ دادن به این چیزی که در جهان خارج اتفاق میفته باشه. مغز به صورت پیوسته سعی میکنه تفاسیرش رو تجربه کنه، خاطراتش رو به یاد بیاره و با استفاده از اون 2 آینده رو پیش بینی بکنه. و بهترین راه برای پیش بینی آینده ایجاد کردن اونه. این کاریه که میتونه موفقیت آمیز باشه. مغز انتظارات رو از طریق تجربه ایجاد میکنه و بعد اطلاعات ورودی رو برای اون اصلاح میکنه. اون چیزی که در خارج از مغز اتفاق میفته رو ما عملا نمیبینیم، برای اون چیزی که در درونمون اتفاق میفته رو میتونیم ببینیم که به وسیله اون چیزی که از خارج از جهان درک کردیم اصلاح میشه. هرچند که ما حجم بسیار کوچکی از اطلاعاتی که در جهان خارج وجود داره رو درک و تجربه میکنیم. قبلا اون گوریله رو به شما نشون دادم تو بحث توجه انتخابی که تا زمانی که انتظار گوریل رو نمیکشیدیم وسط میدون بسکتبال، گوریلی هم نمیدیدیم و وقتی پیش بینی کردیم که گوریلی اینجا نمایش داده خواهد شد، اون گوریل رو ملاحظه کردیم. این ترفندا به این دلیل موثره که مغز ابتدا اون چیزی رو که انتظار داره ببینه خلق میکنه و بعد با اون چیزی که در محیط بیرون میبینه
مقایسه میکنه و بعد بهش توجه میکنه. مغز ما همیشه در حال خلق کردنه. ما یه سری خالق ذاتی هستیم که مغزمون عملاً برامون به وجود آورده و ویژگیه که خدا در درون ما قرار داده. توی بخش قبل در مورد پردازش از بالا به پایین و پردازش پایین به بالا با هم صحبت کردیم. پردازش از بالا به پایین به ما این امکانو میده که ما خالق باشیم، ولی پردازش پایین به بالا باعث میشه ما نسبت به اتفاقای محیط حساس باشیم، با اتفاقایی که مطابق انتظارات ما پیش نرفته. در این حالت توجه ما به وسیله یه محرک جلب میشه، در توجه پایین به بالا. پردازش پایین به بالا خیلی حیاتی هم هست، خیلی جا به ما کمک میکنه. مثلا باید به یه درد، خطر، گرسنگی و یه تشنگی توجه کنیم. پردازش پایین به بالا برای کمک به زنده موندن ما هستش. وقتی بقای ما در خطره، مغز سازش نمیکنه، اولویتش بقای کوتاه مدت ماست، توجه پایین به بالا برنده میشه. با این حال اگه توجه پایین به بالای ما به صورت مداوم به اتفاقای بیرونی باشه و کمتر به درون باشه و این اتفاقای بیرونی هم خیلی تهدید کننده نباشن، ما شروع میکنیم به رقصیدن با ساز دیگرون. ما شروع میکنیم به عمل کردن بر اساس سیگنالایی که دیگران میدن و هدفی و اینجا خودمون دنبال نمی کنیم. پردازش عادتگونه پایین به بالا یا عکس العمل بر اساس اتفاقای بیرونی باعث میشه ما رو از یه طراح و ایجاد کننده به یه قربانی دیگران بدل بکنه و ما احساس خالقیت اونجا نمی کنیم. ما نسبت به مردم و حوادث خارجی احساس جبر می کنیم و مثل یه عروسک خیمه شب بازی هستیم. خالق بودن یه حالت مغزیه و یا یه نگرش نسبت به جهان. دو تا موضوع اساسی وجود داره که ما میتونیم نسبت به این جهان تنظیم کنیم خودمون رو. یه حالت خالق یا ایجادگر بودنه که میتونیم برای خودمون ایجاد بکنیم که در اون یه فرد خالق امکانات رو ایجاد میکنه و احساس قدرت میکنه. موضع دیگه موضع قربانیه. یه قربانی نسبت به وقایع واکنش نشون میده و احساس درموندگی میکنه. ما معتقدیم که این یه تمایز اصلی برای کوچینگه و همه کوچ‌های موفق به مراجعینشون کمک میکنن تا بیشتر خالق زندگی خودشون باشن، در عین اینکه به بازخورای ورودی از جهان خارج توجه مکفی میکنن. یه فرد خالق احساس میکنه در تغییر خودش و جهانش تأثیر گذاره. یه قربانی ولی احساس میکنه که انتخابای خیلی کمی داره و در جبر حوادث خارجی قرار داره. یه فرد خالق جهان خارج رو یه بازخور میبینه نسبت به رفتار خودش. یه قربانی اونو اجبار میدونه. یه خالق میدونه که اون نمیتونه حوادث بیرونی رو کنترل بکنه. اینکه چه اتفاقی در مقابل این اقدامی که من انجام میدم تحت کنترل من نیست، اما میتونه واکنش خودش رو نسبت به رویدادها کنترل کنه. پس هیچ رویداد خوب و بدی وجود نداره. مهم اینه که ما چطور در مورد اون فکر بکنیم و با اونها چی کار بکنیم. یه فرد خالق مسئولیت رو بر عهده میگیره، یه قربانی دیگران رو سرزنش میکنه که منجر به وجود اومدن اون موقعیت شده. خالق بودن به معنای زندگی در لحظه است. اینکه به اتفاقات حال حاضر توجه بکنی تا اینکه سراغ عادتهای گذشته بری. یه عادت دیگه توجهی رو درگیر نمیکنه. برای شما توی بخش دوپامین در موردش صحبت میکنم، بلکه به صورت خود به خود اجرا میشه و دیگه پاداشی در اون وجود نداره. اگرچه ممکنه یه روزی در زمان شروع عادت یه پاداشی درش وجود میداشته. اعمال عادت محور و اقدامای هدفمند توی مغز با هم دیگه در حال رقابت پیوسته هستن و OFC اون بخشیه که تصمیم میگیره کدوم مسیر دنبال بشه، اینکه خالق باشیم یا فرد واکنشگرا.
OFC که تصمیم میگیره آیا ما از عادتامون پیروی کنیم یا در مورد اونچه که به بهبود شرایط ما منتهی میشه فکر کنیم. برای متوقف کردن اقدامات عادت محور PFC باید واکنش‌های پایین به بالا رو متوقفش بکنه. پس راه رو برای خلاقیت میتونه باز بکنه. بعد از اون خلاقیت یه زمینه بازیه، اما همیشه اولین قدم برای این کار مهار کردنه. تا مهار کردن اتفاق نیفته خلاقیت نمیتونه رخ بده. متوقف کردن فکرهای عادت محور یا واکنش‌های عادت گونه باعث میشه یه فضایی واسه یه تفکرات جدید به وجود بیاد. بیمارایی که به PFC شون صدمه وارد شده نسبت به محیط اطراف خودشون به روش‌های از پیش تعیین شده و بدون در نظر گرفتن موقعیت واکنش نشون میدن. توی این رفتار یا رفتار نابهنگام فایده گرایانه گفته میشه، رفتاری که به محیط واکنش نشون میده. اقدامات توی این افراد اغلب عجیب و غریبه. مثلا یه بیمار توی بیمارستانی توی پاریس وقتی که با چکش و میخ و یه قاب عکس توی مطب پزشک مواجه میشد، بدون در نظر گرفتن هیچ دلیل ظاهری محل قرار گرفتن تصویر روی دیوار رو تعیین میکنه و نسبت محرک‌های خارجی واکنش نشون میده، حتی در صورتی که اقدامش مناسب با اون موقعیت نباشه. و واکنش نشون دادن نسبت به حوادث خارجی خیلی استرس‌زاست. وقتی که احساس خطر میکنید، بخشایی از هیپوتالاموس و هیپوفیز و غدد فوق کلیوی به سرعت شروع میکنن به فعالیت کردن. غدد فوق کلیوی برای آزادسازی هورمون استرس تلاش میکنن، کورتیزول رو ترشح میکنن. واکنش استرس مفیده، به ما انرژی میده، ولی توی فقط موقعیت مناسب خودش. کورتیزول یه شهرت ناعادلانه‌ای داره، خیلی نسبت بهش بد گفته میشه. براتون خیلی هم بد نیست، بلکه شما رو تحریک میکنه که شما برای چالش آماده بشید. شما به کورتیزول احتیاج دارید، اما داشتن یه سطح بالایی از کورتیزول برای مدت طولانی توی بدن خیلی خیلی مضره و به علائم استرس و پیامدهای اون مثل فشار خون بالا، مثل نوسانات اخلاقی، مثل اختلال خواب منتهی میشه. برای متوقف کردن اقدامات عادت محور پروفرونتال کورتکس باید واکنش رو بتونه مهار بکنه و بتونه این مسیر رو به سمت خلاقیت باز بکنه. چیزی که من در بخش بعد در مورد تنظیم این آینده صحبت میکنم.